استاد گفتیان که هیچ کس مثل شما زیبا شعر نمیخواند، خواهشمندم شعر بخوانید. تو نیم منی، نیم جسم و جان منی و ذره ذره تو پیوند جاویدان منی. به هر کجا که روی در من است ریشه تو، تی گل از قلم سبز استخوان منی. با دست من برسد دست کس تو میلرزی، رسد به دست تو دست بلرزه می آیم. تو آشیان من و من که آشیان تو هم، تو جای جان من و من که جای جان تو هم. تمام نعمت دنیا چه غم که مال کس است، تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است. تو را نصیب کند عشق من همین کافی است، مرا نصیب کند چی؟ بس است. چندین سالهایی که شما یک مملکت خارج دارید، البته بسیار عذاب و ممکنه که بعضا یادی وطن و دوستان خویش تبار رو اتفاق نویسندگان جمهوری داشتید، یک به خاطر می آوردید که مهر و محبت دوستان خوب است یا مملکت های خارج؟ سر گوری صاحبیت نشتگی که در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است هستی و خالص جای تو. همونه. پرسیدین که با انگلیسی شعر گفته؟ یک مصرع نه یا دو مصرع. من نگفتم، ما قطعی نبیرم اردشیر لوی اقیانوس میریم، رفتیم یک روز. بعد شپروک پریدسته، شپروک پریدسته و او گفت باترفلای باترفلای باترفلای. با ما با ایشا ما گفتم باترفلای باترفلای، با ما گفتم که فلای فلای تو سکای. خاندید 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 گفت یعنی شپرک شپرک پرواز که تا آسمان.